وقتی خواسته ای از خداوند میخوای، قبل از اینکه اون خواسته وارد زندگی تو بشه، شما دوران سختی رو تجربه میکنی. دوست من، این دوران سخت نیست، بلکه مرحله است برای بالا بردن ظرفیت شما جهت دریافت اون خواسته. ولی متاسفانه اکثر مردم هیچ وقت به خواسته هاشون نمیرسن، چون مهمترین مانع رسیدن به خواسته رو هر روز انجام میدن و اون شکایته. دوست من، سریع ترین راه برای گذشتن از این دوران سخت و دریافت اون خواسته شکر و شادیه. شکرگزاری و شادی عملی یعنی همین الان از همین نعمت‌هایی که خداوند بهت داده، هر چند هم کوچیک باشه، شکرگزاری کنی و شاد باشی. مگه نشنیدی هنگام تنگ دستی در عشق کوش و مستی، کیمیای هستی آروم کند دلارا. آره رفیق،